هرگز از بالا دستان خود پیشی نگیرید. کاری کنید که بالا دستان احساس کنند کاملا بر شما برتری دارند. اگر خواستید آنها را خوشنود کنید یا تحت تأثیر قرار دهید، در نشان دادن استعدادهایتان زیاده روی نکنید، زیرا ممکن است نتیجه عکس بگیرید. یعنی ترس و ناامنی القا کنید. کاری کنید که روسایتان از آنچه که هستند با استعدادتر به نظر آیند. در این صورت می توانید بلندی های قدرت را فتح کنید. هرگز بیش از اندازه به دوستان اعتماد نکنید. یاد بگیرید چگونه از دشمنان استفاده کنید. از دوستان برحذر باشید. آنها زودتر به شما خیانت می کنند، زیرا به راحتی تحریک می شوند تا به شما حسد برند. آنها همچنین فاسد و ظالم می شوند. اما دشمنی قدیمی را اجیر کنید که از یک دوست وفادارتر خواهد بود، زیرا چیزهای بیشتری برای اثبات کردن دارید. در واقع دلایل بیشتری دارید که از دوستان بترسید تا از دشمنان. اگر دشمنی ندارید، راهی برای دشمن تراشی بیایید. اگر می‌خواهید هر روز قوی و باهوش باشید و جذاب به نظر برسید، حتما لایک و سابسکرایب کن.